As you say, the voices of women no longer matter anywhere in this country. Hear my story first. You will know why you should listen. There are men in this town who are wild dogs. سابقت دستمه. ببین کی داره میاد. آخوند روحانی ده. جلوی چشاتی گرفته؟ صیغه؟ فاحشه شرعی؟ تو چجوری روت میشه؟ حضرت عباس بزنه به اون کمرت. خاک بر سر تو، 3 تا نسل بعد تو. برو گمشه بیرون یالا. ممنون. علیم قول داده کمکش کن. در ازای عروسی با دخترش؟ حتما قول و قرارشون رو گذاشتن. تو از کجا میدونی؟ خودش میگه. تو با سریا صحبت کن. ببین میتونه تو کارهای منزل به هاشم کمک کنه. البته بعد از انجام کارهای منزل خودش. بله همه ما اهل ده ها باید زیر بال همدیگه رو بگیریم. اینو بذار یه جای امن. خونش که کار میکنه. اونم که یه مرد زن مرده تنهاست. اصلا خودت میدونی داری چی میگی؟ مجازات یه زن زناکار سنگساره. اینو میخوای؟ اگه بخوای میتونیم با پسر صحبت کنیم ببینیم آیا دیده سریا خونشمون خوابیده باشه. تو چرا این کارو میکنی؟ تو چرا این حرفو میزنی؟ من زنتو دوست داشتم. پسرتو نگه میدارم. اینا ازم خواستن برات کار کنم. من کی کار خلاف؟ سریا بهت قول میدم بهشون حقیقتو بگم. به همه میگم. به همه دنیا میگم. میترسی؟ از مرگ نه. اما از مردن با سنگ دردش به شما چتون شده؟ انگار منو نمیشناسین. من سرایام. این همه به خونه هاتون اومدم. با هم همسفره بودیم، دوست بودیم. چطور دلتون راضی میشه این کارو بکنین؟ با همسایه‌تون، مادرتون، دخترتون، زنت. چطور روتون میشه؟